أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری 7396 می باشد و در کتاب مسلم 1434 می باشد. عبدالله ابن عباس می گویند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: لو ان احدكم اذا اراد ان یأتی اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشیطان ابدا. حدیث مهمی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی که ای مسلمانان، وقتی که میخواهید با همسرهایتان خفت خواب بکنید، هم بستری بشوید، شما بسم الله بگویید. بسم الله بگویید، سپس بگویید اللهم جنبنا الشیطان، پروردگارا ما رو از شیطان نگه دار. زیرا این شیطان اگر وقتی که نام الله گرفته نشد، در خوردن و در همبستری شدن مشارکت میکند. در سوره اسراء آمده است که شیطان وقتی که یک شخص بسم الله نمیگوید، به خوردنی اش مشارکت میکند و اینچنین در همبستری. ما میگوییم پروردگار از شیطان مایان را دور بگردان، شیطان را دور بگردان از ما. و جنب الشیطان ما رزقتنا، و آن رزقی که میدی، فرزندی که از این همبستری می آید، و اینچنین شیطان را دور بگردان. فرزند رزقی می باشد. مال خیلی که رزق است، فرزند برای یک شخص رزق می باشد. فإنه اگر با این همبستری وقتی که دعا کردند و الله به آنها فرزند عطا فرمود، در ابتدا که دعا خوانده بودند، شیطان به او ضرر رسانده نمیتواند. هم ضرری معنوی که یگان ناقصی در عقلش نمیشود، یا که بر او ضرری جسمی رسانده نمیتواند. در حقیقت شیطان دشمن انسان است، میخواهد که از هر گونه، از هر وجه، از هر راه فرزندان آدم را دشنام بدهد و ضرری برساند. که حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز خوانده ایستاده بودند، شیطان خواست که با آتشپاره بر روی پیامبر، به چهره پیامبر بزند. بنابراین باید الله میگوید که شیطان دشمن شما، او را دشمن بگیرید. در این حدیث بیانی است که برکت بسم الله، ما باید بسم الله را بگوییم در همه کار و در همه چیز بسم الله بگوییم. زیرا وقتی که با بسم الله شروع شد، در حق از شیطان دور می شود. اسلوب بیان پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ببینیم که امتانشان رو پیامبر دوست می داشتند و حتی بر ما راهنمایی کردند وقتی که هنگام همبستری شدن و هنگام خوراک خوردن، هنگام بیرون رفتن، هنگام به خانه در آمدن، دعاها رو تعلیم دادن. حتی چگونه به حمام می درویم، با کدام دعا رو می خوانیم و چگونه می نشینیم، حتی پیامبر بر ما تعلیم دادند. و این دعاها رو، این برآمد و درآمد و نشست و خوردن و این چیزها رو باید به کودک‌های خود تعلیم بدهیم. الله این دعا رو باید حفظ بکنیم. اللهم جنبنا الشیطان، پروردگارا شیطان رو از ما دور بگردان. و جنب الشیطان ما رزقتنا فانه و جنب الشیطان ما رزقتنا بگوید. کفایه می باشد. این بود شرح مختصری این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.